هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ یکی از دوستانم سبب نماز خواندنش را چنین بیان میکند. میگوید بسیار ساده و آسان به نماز آمدم. وقتی مکتب میخواندم روزی در صنف نشسته بودم، درس علوم داشتیم. معلم در صنف داخل شد و پرسید: به نظر شما چه کسانی نماز نمیخوانند؟ شاگرد اول گفت: کسانی که مردند نماز نمیخوانند. شاگرد دوم گفت: کسانی که نمیدانند چطور نماز بخوانند نماز نمیخوانند. شاگرد سوم گفت: کسانی که مسلمان نیستند نماز نمیخوانند. شاگرد چهارم گفت: کسانی که کافرند نماز نمیخوانند. شاگرد پنجم گفت: کسانی که از الله نمیترسند نماز نمیخوانند. همین طور هر شاگرد فکر خود را بیان میکرد. ولی من به فکر رفتم که من از کدام گروه باشم؟ آیا من مردم؟ نخیر زنده‌ام؟ آیا من نمیدانم چطور نماز بخوانم؟ من که میدانم طریق نمازخوانی را. آیا من مسلمان نیستم؟ الحمدلله مسلمان هستم. آیا من از پروردگارم نمیترسم؟ من از الله میترسم. آیا مگر من کافرم؟ نعوذ بالله. پس چرا من نماز نمیخوانم؟ با خود گفتم: خب اگر مردم شب اول در قبر من را گذاشتند و از من ملائک سوال کردند: زنده بودی نماز خوانده می توانستی، مسلمان بودی از خدا می ترسیدی، پس چرا نماز نخواندی؟ چی جواب می دهم؟ این فکر من را تأثیر داد و از همان روز تصمیم گرفتم که اصلا دیگر نماز را ترک نکنم. فقط یک تصمیم جدی بگیرید. شما هم حتما در این باره فکر کنید. اگر شما هم به این سوال ها فکر کردید، شاید در رحمت الهی بر روی بینمازی باز شود.